بارشات ناگهانی برف حرکت واسطه‌های نقلیات را در راه دوشنبه چناق محدود کرد و باعث تنبشوی راه‌ها شد. در دو طرف نقب استقلال مقدار زیادی نقلیات بزرگ حجم جمع شده است که بدون زنجیر نمی‌توانند راه را عبور کنند. رانندگان منتظر باز شدن راهند. گفتیم روی تو پیش ماشینا که اگه نقلیات نیست، فقط ماشین مایدار سرد سودن. ماشین کلون میگم که بالا گلالیو تا یخای اگر خم زنان راه سوز کنن با میرم. اینها ماشین های می باشند که از شبانه روز گذشته به این طرف در اینجا در ماندن و نمی توانند راه خود را ادامه بدهند. این ماشین های بزرگ حجم از سمت دوشنبه باید به سمت خوجند محصولات انتقال بدهند. با گفته راننده ها هرچند این مشکل همه ساله با فرارسیدن موسم سرما در راه دوشنبه چناق موجود است، ولی امسال کمی بروقتر شروع شد. رانندگان میگویند در پی بارشات راه لغزانک شده است و مسئولان شرکت نگهداری این راه گفتند بدون اجازت از حرکت خودداری کنند. روز 27 نوامبر ده‌ها ماشین کلانی بارکش در این مسیر باز مانده بودند. این آخرین نقطه راه دوشنبه چناق می باشد که ماشین های بزرگ حجم تا اینجا آمده می رسند. از این بعد در ادامه راه دوشنبه چناق ماشین های بزرگ حجم دیگر اجازه رفتن ندارند و آن ماشین های بزرگ حجمی که تا اینجا می آیند آنها هم برای کشانیدن انگیش تا اینجا می رسند و برای ادامه راه دوشنبه چناق و راه به سوی ناحیه عینی دیگر حق ندارند. راه شدگی و ماشین ها گذشته نتونست راه تنگی کرد. این همین روز یکم شد که حالی آینده این خیلی بردوامی. مسئولان شرکت IRS که این راه را نگاهبین میکنند گفتند بعد یک مدت تنبشوی نقلیات راه بعد نصف روز 27 نوامبر دوباره باز شد و از واسطه های نقلیات بزرگ حجم تقاضا شده است که بدون زنجیر راه را عبور نکنند. موقتا قطع شدن بازداشتن حرکت واسطه نقلیات با اون راه داشتی تنبشوی واسطه نقلیات به وجود آمد. در نتیجه آماده نبودن واسطه‌های نقلیات به سمت مقابل حرکت برآمدن بعضی راننده‌ها به توافقی ظاهر کردن به خود حرکت رو و مسئولین تصمیم گرفتن که یک مدت حرکت واسطه‌های نقلیات باز دارن. این برای یک مدتی کوتاه و در همین حال هم حرکت واسطه‌های نقلیات سبک‌رو اجازه داده شده. یگانه راه به شمال تاجیکستان در حال موقتا بسته می شود که دیروز در تاجیکستان اولین برف باریدن موسم زمستان شروع شد. با وجود آنکه این راه یگانه راه پولکی در تاجیکستان به حساب رفته از روی استانداردهای جهانی باید 24 ساعت راه در آن باز باشد، ولی همه ساله با آغاز فصل زمستان رانندگان در این راه به مشکل می پیچند.